خودرویی که میبینید رو یک جوان در کشور افغانستان، کشور همسایه ما، ساخته به اسم آقای محمد رضا احمدی. اسمش رو سیمرغ گذاشتند. خب برای ما فارسی زبون ها این اسم اومده روی این خودرو، به نظرم خیلی جذابه. حیف که ما که این همه خودرو ساز داریم همچین محصولی رو هیچ وقت تو هیچ نمایشگاه بین‌المللی نیاوردیم و حالا یک جوان از افغانستان به همراه یک گروه جوان مهندس در این کشور تونستن همچین خودروی زیبایی طراحی کنن. خودرویی هستش که اسپیس فریم لوله‌ایه. حالا بریم صحبت کنیم با کسی که این خودرو رو طراحی کرده و ببینیم چی کار کرده. در کنار آیه محمد رضا احمدی هستیم، سازنده اصلی این خودرو از کشور افغانستان. سلام، خوبین؟ سلام به خودت و همه بینندگان بیتران. خب توضیح میدی در مورد خودرو؟